سال 2012 به دلیل انتقالاتی که انجام دادیم و شراکتمون با شرکت نوکیا زیمنس برای ما سال بسیار هیجان انگیزی بود. روابط مجازی منسجمی که در حال حاضر با نوکیا زیمنس داریم به نفع هر دو شرکت خواهد بود. به مشتریان این فرصت داده میشه که بتونن بهترین راهکارهای موبایلی رو به کار گرفته و از برترین نسل تجهیزات مایکروویو بهره ببرن. برای دراگون ویو این خیلی ارزشمنده چون ما رو توی موقعیت ویژه‌ای قرار میده. در واقع میتونیم بگیم که تنها شرکت مایکروویوی هستیم که چنین رابطه‌ای با یک فروشنده LTE دستگاه‌های پایه داره. در طی مباحثمون با NSN در این مورد به وضوح دریافتیم که دید مشترکی در مورد تکنولوژی وجود داره و اینکه چگونه این تکنولوژی باید در جهت تکامل محصول به کار گرفته بشه. فرایند ابداع و نوآوری باید شتاب بیشتری بگیره. چون ما محصولات فوق‌العاده‌ای در دراگون ویو داریم و همچنین NSN هم محصولات بسیار عالی دارن که مطمئناً تیمی که این محصولات رو به وجود آوردن عضوی از دراگون ویو خواهند بود. و مثل گذشته که به موازات هم کار می‌کردیم، حالا میتونیم اون منابع رو در مسیرهای جدید توسعه به کار ببریم. دسترسی به محصولات دراگون ویو به طرز قابل ملاحظه‌ای آسان‌تر خواهد شد. انتقال تجهیزات در سراسر دنیا درآمدزایی خواهد کرد و موجب جهانی شدن این محصولات میشه. سال 2012 که سال تغییرات دراگون ویو هست، سال اژدها هم هست. دقیقاً مثل سال 2000 که سال اژدها بود و دراگون ویو در قالب یک شرکت پایه‌گذاری شد. من نمیدونم شما در این مورد چی فکر میکنید، ولی ما همه این تغییرات رو به فال نیک میگیریم.